دوستان با دقت گوش کنید، یه کلاهبرداری جدید اومده. طرف به شما زنگ میزنه با یه شماره‌ای، اصلا مهم نیست چه شماره‌ای باشه، ثابت، موبایل، ایرانسل، همراه اول، خارج از کشور، داخل کشور، هیچ فرقی نمیکنه. زنگ میزنه میگه سلام، من بابت سفارشی که داشتید، مثلا لباس سفارش دادید، تلویزیون، اینا الکی یه چیزی میپرونه، یخچال سفارش. زنگ زدم مثلا چک کنم آدرس و فلان اینا، بچه‌ها میگه نه آقا من اصلا سفارش ندادم. میگه چرا سفارش دادی؟ شماره خودته، ما مسخره نیستیم فلان اینا، خودت بودی. بعد تو میگی نه، اونم میگه که اسکرین شات مثلا چت تو میفرستم، شماره خودت اینا، تو هم خیالت راحته دیگه. میگه باشه بفرست. یه عکس میفرسته تو واتساپ، تلگرام، هر جایی میفرسته. عکس نیست، برنامه است. به محض اینکه میزنی روش که بازش کنی فکر میکنی عکسه. این بد افزار میریزه رو گوشیت و کامل به اس‌ام‌اسات، به برنامه‌های بانکی دسترسی داره و کاملا هکت میکنه. به هیچ عنوان باز نکنید.